سلام. راهنمایی ثبت نام بیمه سلامت برای پناهندگان دارای کارت آمایش به گزارش رنا دفتر یخشرقه سرش ژزان در اور چتوتسن در ایران با نشر اطلاعیه خبر از شروع مرحله 11 طرح بیمه سلامت برای پناهندگان مقیم ایران داده است. بر اساس این اطلاعیه تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش، کارت هویت و یا برگه تردید معتبر که دارای بیماری خاص هستند به صورت رایگان و سایر پناهندگان با پرداخت سرانه مصوب می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت ثبت نام نمایند. پناهندگان آسیب پذیر دارای کارت آمایش، کارت هویت و برگه تردید معتبر از جمله پناهندگان دارای بیماری خاص شامل هموفیلی، تالاسمی، نارسایی کلیه، پیوند کلیه و MS می توانند مانند مراحل قبل به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت در سراسر کشور مراجعه نموده و در پوشش درمانی رایگان این طرح ثبت نام نمایند. اعتبار بیمه بیماران خاص از تاریخ 7 اسفند ماه 1400 و 3 الی 5 اسفند ماه 1404 می باشد. سایر پناهندگان پرداخت کنندگان حق بیمه مانند مراحل قبل سایر پناهندگان دارای کارت آمایش، کارت هویت و برگه تردید معتبر نیز می توانند به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت در سراسر کشور مراجعه نموده و با پرداخت سرانه مصوب در این طرح ثبت نام نمایند. اعتبار بیمه این اخشار به مدت 1 سال از تاریخ ثبت نام می باشد. نکات مهم در خصوص ثبت نام: جهت اطلاع از اینکه آیا در گروه آسیب پذیر و یا پرداخت کننده حق بیمه قرار می‌گیرید، لطفاً به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت به محل زندگی خود مراجعه نمایید و یا با اپراتور اختصاصی سازمان بیمه سلامت به شماره 1666 تماس بگیرید و از وضعیت دسترسی خود به این طرح مطلع گردید. ثبت نام این طرح در مراکز پیشخوان انجام می‌گردد. تمامی پناهندگانی که در طرح بیمه سلامت ثبت نام نموده‌اند می توانند با ارائه کارت آمایش، کارت هویت و یا برگه تردید معتبر خدمات درمانی مورد نیاز را بدون وقفه در مراکز درمانی در قالب نسخه نویسی و خدمات الکترونیکی دریافت نمایند. با ارائه کارت آمایش، کارت هویت و یا برگ تردید معتبر دسترسی شما به طرح بیمه سلامت و پوشش خدمات تحت بیمه در سیستم مراکز درمانی تایید می‌گردد. پناهندگانی که دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردید معتبر هستند، جهت ثبت نام خواهشمند است مدارک اقامتی خود و اعضای خانواده را به مسئولین دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت جهت تسهیل ثبت نام ارائه نمایند. تمامی پناهندگان باید پیش از ثبت نام بیمه در مراکز پیشخوان دولت پیش ثبت نام انجام دهند. پناهندگانی که در طرح بیمه سلامت ثبت نام نموده‌اند می توانند با گرفتن کد دستوری 1666 از وضعیت پوشش بیمه خود و همچنین مدت زمان اعتبار آن اطلاع پیدا کنند. پناهندگان می توانند با ثبت نام در طرح بیمه سلامت پناهندگان از پوشش بیمه درمانی 12 ماهه بهره‌مند شوند. پوشش تمامی خدمات تشخیصی و درمانی پناهندگان در تمامی بیمارستان‌های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت در سراسر کشور مطابق با بسته بیمه پایه سلامت میباشد. اصل خصی